بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد این دومین صحبت است از مناظره های علامه شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه رحمت الله علیه که وقتی که بعض شاگردانشان التماس کردند که آن مناظره که بین شیخ الاسلام و بین علمای اسلام در حضور سلطان شده بود آن را به مردم نقل کنند، در صحبت گذشته یک مقدار از بدایت آن مناظره که بین شیخ الاسلام و بین علما شد نقل کرده بودیم که خلاصه آن چنین بود که کتاب عقیده واسطیه را به مجلس آوردند و کمال الدین زملکانی جمله جمله میخواند. اگر کسی اعتراض بیان کردنی باشد و شیخ الاسلام اعتراض بیان میکرد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه به اعتراض آنها جواب میگفتند. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که فکان مما اعترض علی بعضهم لما ذکر فی اولها، از جمله اعتراضاتی که بعض اهل نشست به من اعتراض کرد آن عباره که در ابتدای عقیده واسطیه آمده است: و من الایمان بالله الایمان بما وصف به نفسه و وصفه به رسوله صلی الله علیه و سلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه گفته بودند که از جمله ایمان آوردن به الله تعالی ایمان آوردن به آن وصف هایی که الله سبحانه و تعالی خود را در قرآن کریم وصف کرده است و این چنین ایمان آوردن به آن وصف هایی که پیغمبرها الله سبحانه و تعالی را وصف کردند من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، یعنی من غیر تحریف تغییر دادن حرف و حرکت هایش، تعطیل بیکار کردن صفت، تکییف کیفیت صفت را پرسان شدن، قدرت الله تعالی چگونه است، خندیدن الله تعالی چگونه است گفته پرسیدن، تمثیل مانند کردن، بله الله سبحانه و تعالی میخندد مانند خندیدن ما گوید این مانند کرد نعوذ بالله. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که از جمله ایمان آوردن به الله تعالی ایمان آوردن به هر وصفی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است، چون که از همه عالم ترین ذات در وصف الله سبحانه و تعالی الله تعالی هست و این چنین عالم ترین شخصیت ها بعد الله تعالی در حق الله تعالی این پیغمبرهای الله سبحانه و تعالی است. بنابراین ما الله تعالی رو وصف میکنیم چه خیلی که الله سبحانه و تعالی خود رو وصف کرد و چه خیلی که پیغمبرها الله تعالی رو وصف کردن بدون تحریف، تغییرات نمیداریم، بدون تعطیل بیکار نمیکنیم، نفی نمیکنیم. صفتی که الله ذکر کرده است فرشته صحابه ها پیغمبرها ذکر کردیان و ما تعطیل نمیکنیم، بیکار نمیکنیم، تکییف هم نمیکنیم، چگونه گفته نمیپرسیم، هم و مخلوق ها صفات های الله تعالی رو به صفات مخلوق ها مانند هم نمیکنیم. وقتی که همین جمله را خواند یا اعتراض بیان کننده اعتراض بیان کرد فقال ما المراد بالتحریف و التعطیل، مراد از تحریف و تعطیل چیست؟ و مقصوده ان هذا ينفي التأویل، مقصود همین اعتراضگر شیخ الاسلام میگوید ان هذا یعنی این آدم یعنی شیخ الاسلام تعویل را انکار کرده ایستاده است، تعویلی که الذي اثبته اهل التعویل، تعویلی که اهل تعویل آن را اثبات کردیم. الذي تعویل چی است در نزد اهل تعویل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهری، صرف لفظ از ظاهرش، اما وجوبا و اما جوازا، گاه مجبور میشید از ظاهرش لفظ را به دیگر طرف روانه میکنید، گاه مجبور واجب است گاه مستحب است. مانند این که گفتیم که فلانی صاحب دستی دراز است، به مهاجرین به طالب علما دستی یاری دراز کرد. گفتیم در اینجا اصلا الاصل فی الکلام الحقیقه قاعده است، اصلا کلام حقیقت است، لیکن ما اینجا تعویل میکنیم، میگویم که اینجا مقصد از کلمه دست حقیقی نیست
که وی عبارت از کف و از انگشت های و از ناخن و از ذراع و از بندی دست و از کتیف است. این دست نیست در اینجا فلانی دستی دراز دارد که به مردم مثلا مهاجر و یتیم یاری میرساند. در اینجا دستی نعمت است، یعنی خیر و سخاوت است. صرف اللفظ عن ظاهری، لفظ دست را ما از ظاهری که دست حقیقی را در نظر داشته شده است به دیگر طرف ما روانه کردیم، چون که ما در اینجا مجبور هستیم، واجب است. برای که از رفت جمله فهمیده می شود که مرادی سخن کننده نه دستی صاحب خیر دراز است، مثلا 3 متر یا 5 متر. انا همین تعویل است. این اعتراضگر به شیخ الاسلام میگوید که مقصود از کلمه تحریف و تعطیل چی است؟ در اینجا اكو مقصدش، شیخ الاسلام میگه که مقصدش در نظر اعتراضگر گویا شیخ الاسلام تعویلی که در نزد اهل تعویل همین صرف اللفظ عن ظاهره اما وجوبا و اما جوازا هست، گویا شیخ الاسلام نه انکار کرده ایسابیان. نوبتی سخن به شیخ الاسلام مرحمت جواب شیخ الاسلام را گوش کنید. فقلتو، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که پس من گفتم تحریف الکلم عن مواضعه کما ذمه الله تعالی فی کتابه. سوال دهنده چی بود؟ مراد از تحریف و تعطیل چیست گفته بود؟ شیخ الاسلام گفتن که مراد از تحریفی که تحریف یعنی تحریف الکلم، تغییر دادن کلمه ها از جایش. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن این گونه شخصیت را مذمت کرد، شخصیت هایی که یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمه ها را از جایهاش تغییر میدهند، معناهای قرآن را تغییر میده، حرفاش را تغییر میدهند. الله تعالی آنها را در قرآن مذمت کرد. و هو تحریف چی است؟ ازالت اللفظ عما دل علیه من المعنى، رواندن لفظ از آن معنایی که لفظ به همون دلالت میکند. فرق تحریف و فرق تعویل رفته. روانیدن لفظ یعنی صرف اللفظ، روانیدن لفظ، صرف کردن، ازالت اللفظ، روانیدن لفظ از آن معنایی که دلالت میکند، از معنای خودش دیگر معنایی که دلالت نمیکند به همونجا بردن است. مثل تعویل بعض الجهمیه، مانند تعویل بعض جهمیه ها یعنی نسبتا به جهم ابن صفوان سمرقندی که نسبتا به استادش جعد ابن درهم بود. درباره فرقه ها در درس الهیده میخوانیم ان شاء الله. خلاصه بعضی جهمیه ها قول الله تعالی رو چگونه تعویل کردن؟ لقوله تعالی و کلم الله موسی تکلیما. کلم الله موسی تکلیما، الله سبحانه و تعالی موسی رو گپ زد. یعنی الله سبحانه و تعالی به موسی گپ زد، موسی الله تعالی رو شنیدند، آواز الله سبحانه و تعالی رو شنیدند. و این را بعضی ها و کلم الله موسی تکلیما خوانده هستند، بعضی اهل بدعت. کلم الله، الله تعالی در اینجا مرفوع است. و کلم الله یعنی فاعل کی است؟ فاعل فعل کلم الله است. الله تعالی سخن کرد، به موسی سخن کردنیه. الله تعالی به موسی گفت که ای موسی تو در وادی مقدس طوا هستی، پای افضالت را کش، به هر سخنی که به تو گفته میشد گوش انداز. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. این سخن الله سبحانه و تعالی الله حضرت موسی بدون واسطه شنیدن. اینا اهل بدعت، اونایی که کلام الله تعالی را، صفت الله تعالی کلام است، الله تعالی گپ میزند، آنها نفی میکنن الله تعالی گپ نمیزند. میگن گونگ اگر به دختری شما یک شخصیت گونگ خواستگار بیاید، این علکه نقص است، صفت نقص. شخصی که گپ نمیزند صفت نقص دارد. حضرت موسی هم خوشرو برآمد کرده نمیتونستن. فرعون از موسی دیده فصیحتر و بلیغتر سخن میکرد. فصاحت موسی در زبانشان گره داشت،
بنابراین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، این از زبان من گیره را گیر، یفقه قولی، تا اینکه مردم سخنی مرا فهمند. آخی من پیغمبر شدم، پیغمبر حاجت به زبان دارد که به مردم فهماند. بنابراین موسی را فرعون طعنه کرده بود که نخواد همین شخصی که بیان کرده نمیتواند، سخنی برای و فصاحت و بلاغت ندارد، از من دیده سزاواری پیروی باشد و سزاواری پیغمبری باشد. مثلا تنقید کرده بود. واقعا شخصی که گپ زده نمیتواند این نقص است. الله سبحانه و تعالی به موسی گپ زد. اهل بدعت میگن که الله تعالی گپ نمیزند، انکار میکنن، نفی میکنن، تعطیل میکنن صفت کلام الله تعالی را. الان بعضیشان گفتن که و کلم الله موسی تکلیما، در اینجا الله تعالی را موسی گپ زد گفتن، یعنی الله تعالی را مفعول کردن، فاعل موسی گفتن و کلم الله موسی تکلیم، الله تعالی را موسی گپ زد. و چی جایی این گپ؟ منم به الله تعالی گپ میزنم، شیطان هم گپ میزند به الله تعالی. شیطان مگر به الله تعالی گپ نزد؟ ربی فبعزتک لاغوینهم اجمعین، پروردگارا قسم به عزت و بزرگیت، یعنی شیطان به الله تعالی گپ زده ایستاده است. بعد برای چی موسی را کلیم الله گفتن؟ اگر الله تعالی به موسی موسی به الله تعالی گپ زده باشد، چی جا در کار است که همینجا الله تعالی و کلم الله موسی تکلیما گفت؟ موسی به الله تعالی گپ زد. همه به الله تعالی گپ زدگی است، همه مناجات میکنند، کافرها هم مناجات میکنند. فرعون در آخرین لحظه هایش ایمان آورد، ولی که در قرارت قلبش اثر ایمان داشت. خلاصه این گونه اهل بدعتی که الله را فاعل میخونه، اینا با مرتبه هاشون سبکتر است از این شخصیت هایی که شیخ الاسلام میگن که بعضی جهمیه ها گفتن که و کلم الله موسی تکلیما ای جرحه باظافیر الحکمت تجریحا، گفته تفسیر کردیم. کلمه به معنای جراحت هم میبیاد برادرها. کلمه هر حیوانی که چنگال دارد و جراحت میکند، در سوره مائده آمده است که با لفظ مکلمینه، سگهایی که چنگال دارند، خلاصه جراحت میبردارد به چیزی که صید کرد و خونشار میکند. کلمه به معنای جرحه میبید، یعنی جراحت کرد. کلم الله موسی تکلیما، بعضی جهمیه ها تفسیر کردن که جرحه باظافیر الحکمت تجریحا، با ناخونهای حکمت الله تعالی موسی را جراحت کرد، یعنی موسی را الله تعالی تراشیده به درون موسی حکمت پر کرد تا اینکه گریزند از صفت کلام الله سبحانه و تعالی. ببینید انا همین تحریف است. لفظ دلالت نکردگی معنا قطعی تفسیر کردن کلام الله تعالی هست. شیخ الاسلام گفتن که مثل تأویل بعض الجهمیه لقوله تعالی و کلم الله موسی تکلیما ای جرحه باظافیر الحکمت تجریحا. ببینید این تحریف است. و مثل تأویلات القرامطه والباطنیه و غیرهم من الجهمیه والرافضه والقدریه، و مانند تعویل های قرامطه، باطنی ها و غیر آنها از جهمیه های و رافضی های و قدریه ها و غیرهم و غیر آنها، فسکت و فی نفسه ما فیها. شیخ الاسلام میگن که وقتی که همین سخن را گفتم سکوت کرد، و فی نفسه ما فیها، لیکن در دلش چیزی که هست. یعنی مقصد شیخ الاسلام واقعا یک عالم عادی نیستن، مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در دنیا این خیلی عالمی که همه علم و عمل و جهاد و همه چیز را جمع کرده باشد نیست. برای اون که مثلا در زمانهای صحابه ها، در زمانهای تابعین، در زمان امام بخاری و مالک، آن علم هایی که در زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه بود نبود. شیخ الاسلام ابن تیمیه ثانی در تمام
علوم دین و دنیا متخصص شدند و صاحبان و امام های همون هر یک فن را گذشتند. بنابراین میگفتند که هر یک آدم در کدام مذهب نباشد فانا اعلم بمذهبه منه، هر یک آدم در کدام مذهب باشد من عالمتر از در مذهبی او است، در مذهبش دیده من عالمتر هستم. خواه قدریه باشد، خواه مرجعه باشد، خواه خوارج باشد، خواه مثلا شیعه باشد، خواه یهودی باشد، خواه نصارا باشد. حتی سحرگرا را لات و مات کردن و حتی افلاطون و ارسطویی که هزارها سال پیش از میلاد عیسی علیه السلام از دنیا گذشته بود به منطق یونان و به فلسفه آنها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رد زدن و شکستن، باطل بودن آنها را اثبات کردن. بنابراین به قول بعضی استادان ما وقتی که کسی ابن سینا را در نزد شیخ الاسلام رحمت الله علیه تعریف میکند، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که بله، میگن در حقیقت در علم طب و در بعض علم ها بریعه، یعنی بسیار پیشرفت امامی علال خصوص علم طب شد و مع ذلك فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، با وجود همین قدر نیکی هاش و با وجود همین خدمت هاش به مسلمان ها، برای او لعنت الله، لعنت فرشته ها و لعنت تمام مردم باد میگن. و در علم طب اگر کلام شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه خوانید، بعضی فتاواها میبیاد میگن که مثال بعضی طبیب ها رو رفتیم که مقصد به گوشت خوک یا روغن خوک توصیه کرد، شما چی میگویید؟ بعد میگن که هذا من اجهل الاطباء، این از جاهل ترین طبیب ها. طبیب اگر کافر باشد، اگر عالمی واقعی طبیب باشد، هیچگاه به خوردن و نوشیدن روغن خوک یا گوشت خوک امر نمیکنه، برای اینکه وی از روی نظر علمی طب ما ضرری محض است. همین گونه رحمت الله علیه به هر یک متخصص ها در باب علم خودش رد میزدن. خلاصه شیخ الاسلام رحمت الله علیه منظور در اینجا این است که شیخ الاسلام یعنی روانشناس هستند. گفتن که فسکت و فی نفسه ما فیها، سکوت کرد لیکن در نفسش یک چی گفتنی هست و قانع نشد، لیکن دیگه امکانیت گپ زدن ندارد. مجبور چیکار کرد؟ خاموش ایستاد. و ذکرت فی غیر هذا المجلس انی عدلت عن لفظ التأویل الى لفظ التحریف. و در غیر این مجلسم، در غیر این مجلسم من گفتم که من از لفظ تحریف، از لفظ تأویل به لفظ تحریف گشتم، یعنی در این عقیده واسطیه لفظ تأویل را استفاده نبردم، بلکه لفظ تحریف را استفاده بردم. برای چی؟ لأن التحریف اسم جاء القرآن بدمه، چون که تحریف یه اسمی هست که یه لفظی هست، یه کلمه هست، یه اسمی هست که قرآن به مذمت تحریف آمده است. و انا تحریت فی هذه العقیده اتباع الكتاب والسنه، و من در نوشتن این عقیده، یعنی عقیده واسطیه، پیروی از قرآن و سنت را تحری کردم، یعنی سخت قصد کردم، نیت کردم که فقط طبق قرآن و سنت حتی لفظهایش را استفاده میبرم. فنفیت ما ذمه الله من التحریف، من در این عقیده نفی کردم آن مذمتی که الله تعالی مذمت کرد، از تحریف را الله تعالی مذمت کرد، تنقید کرد، منم تحریف استفاده بردم. ولم اذکر فیها لفظ التأویل بنفی ولا اثبات، من لفظ تأویل را در این عقیده ذکر نکردم، نه اثبات کردم و نه نفی کردم. برای چی؟ لانه لفظ له عده معانی، چون که لفظ تأویل چندین معناها دارد، کما بینته فی موضعه من القواعد، چخیلی که من در دیگر کتابها، در قاعده ها، در دیگر جاها بیان کردم. وقتی که کتابهای شیخ الاسلام رحمت الله علیه هم می خوندم، فقط همین گونه سخنهاشون می نوشتم در یک ورق، کما ذکرته فی غیر هذا الموضع، میگن یک سخن میگونو، بعد میگن که این سخن من در دیگر جا وسیع‌تر ذکر کرده هستم. همین خیلی سخنهاشون می شماریدم، چندین شده بود، لیکن
و همراهی کتاب ها در دست امنیت است. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين. برای چی لفظ تأویل رو در این عقیده ذکر نکردم؟ گفتن که برای آنکه لفظ تأویل در کتاب الله تعالی غیر لفظ تأویل در اصطلاح متأخرین یعنی آن علمایی که دیر به دنیا آمدند، در نزد آنها تأویل دیگر معنا دارد. من اهل الاصول و الفقه، از علمای اصول، از علمای فقه تأویل گویند آنها صرف اللفظ عن ظاهره اما وجوبا و اما جوازا، خیلی که در بالا گذاشتیم این را در نظر دارند. و غیر معنى اللفظ التأویل فی اصطلاح کثیر من اهل تفسیر و السلف. این چنین تأویل در نزد اصطلاح بسیار از علمای تفسیر و علمای سلف او دیگر معنا دارد. یعنی تأویل در قرآن به دیگر معنا آمده است، در نزد علمای متأخرین از اصول و از فقه دیگر معنا آمده است، در نزد مفسرها و علمای سلف به دیگر معنا آمده است. یعنی تأویل معناهای گوناگون دارد. لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح. بعضی معناهای تأویل صحیح است. بعضی معناهایی که کلمه تأویل ترجمه کرده می شود یا تفسیر کرده می شود درست است. بعضیش منقول عن بعض السلفی، از سلف نقل شده است. یعنی ما 100% تأویل انکار کرده نمیتونیم. فلم انفی ما تقوم الحجة على صحته. شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمود من نفی نمیکنم تأویلی را که حجت بر صحیح بودن اون تأویل قائم شده است، یعنی دلیل در جانب تأویل باشد ما انکار نمیکنم. فاذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التعريف. هر یک تأویلی که دلیل دارد و بر صحیح بودن اون تأویل دلیل هست و از سلف امت نقل شده است و تحریف نیست. و قلت له ایضا، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که با من به این اعتراضگر گفتم که ذکرت فی النفی التمثیل، در مسئله نفی انکار کردن من کلمه تمثیل را ذکر کردم. ولم اذکر التشبیه، تشبیه را ذکر نکردم. لأن التمثیل نفاه الله بنص کتابه، چون که کلمه تمثیل را الله تعالی با نص کتابش نفی کرد و انکار کرد. حیث قال لیس کمثله شیء، مانند مثل الله تعالی چیزی نیست. الله تعالی عیناً کلمه و لفظ مثل را استفاده برده نفی کرد. لیس کمثله شیء در سوره شورا. و قال هل تعلم له سمیا، آیا تو به الله تعالی یک نظیر یعنی هم مثل میدانی؟ استفهام انکار، یعنی ندارد الله تعالی هم مثل. و کان احب الی من لفظ لیس فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. برای من محبوب تر است آن لفظی را استفاده برم که در قرآن و سنت است. آن لفظی که در قرآن و سنت نآمده است اگرچه معنای درست هم داشته باشد من دوست نداشتم که در این عقیده ذکر کنم، برای آنکه احتمال دو معنا که دارد هر کس به هر چیزی که خاص تعویل میکنه. مثلا عقیده طحاوی را اشعری ها به طبق عقیده خود تفسیر میکنن، ماتوریدی ها همین گونه، سلف همین گونه. یا فقه اکبر را، فقه اکبر هم باید لفظهای آمده است که احتمال دارد، اما عقیده واسطیه عیناً با لفظ قرآن آمده است. هر چیزی که قرآن مذمت کرد شیخ الاسلام همون لفظها را استفاده برده تا اینکه یگان غلطی نشود. و این کانه قد یعنی بنفیه معنی صحیح، اگر چنده که با لفظ مثلا تعویل معنای درست هم اراده کرده شود، کما قد یعنی به معنی فاسد، خیلی که با معنای تعویل با لفظ تعویل معنای فاسد هم اراده کرده می شود. این منظور از مرادی سخن کننده است. مرادت چی هست میگوییم؟ یعنی این لفظهایی هست که تا مرادش نفهمید از لفظش مقصود بیان کرده نمیشه. بنابراین نقل میکنن که وقتی که فتنه خلق قرآن بود امام احمد ثابت استاده، گفتن که القرآن کلام الله غیر مخلوق،
قرآن کلام الله تعالی هست، مخلوق نیست. صراحتا گفتن، حبس شدن، ضرب خوردن، لیکن ثابت قدم ایستادن. اما دیگر علماها از ترس زندان و از ترس مثلا ضرب و قتل گفتن که بله قرآن مخلوق است گفتن، لیکن در قرارت قلبشان مملوئی از ایمان بود که قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. و بعضی علمای زیرکتر نسبتاً، زیرک نه ماننده احمد لیکن زیرکتر اینا چی گفتن؟ اینا تعویل کردن، گفتن که مثلا انگشتانشان رو نشان داده، گفتن که القرآن و الانجیل و التورات و الزبور و صحف ابراهیم کل هذه مخلوقه، همه اینها مخلوق است. انگشتاشون در نظر داشتن. قرآن مخلوق. شنونده چی فهمید؟ هم قرآن گفت، نه فقط قرآن، با تورات و انجیل و زبور و صحیفه های ابراهیم که از الله تعالی آمدگی است، همش که عبارت از سخن الله است. اصلا سخن الله است. سخنهای الله تعالی را مخلوق گفته آزاد میکردن، لیکن مرادشان این انگشتاشان بود. همه این مخلوق است، 5 انگشتشون نمیگفت. خلاصه تعویل یه لفظی است که معنای درست هم اراده کرده میشد، معنای باطل هم. خب ولما ذکرتو، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که وقتی که من در عقیده واسطیه ذکر کردم، یعنی قول شیخ الاسلام آمد، انهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعد من ذلك. وقتی که قول مرا ذکر کردن که من گفتم در عقیده واسطیه که اهل سنت و الجماعت از الله تعالی انکار نمیکنن، هر وصفی که الله تعالی خودش را وصف کرده است و کلمه ها را از موضعش تغییر نمیتیند و در نام ها و صفات های الله تعالی و علامت های الله تعالی میل به باطل نمیکنن، بعضی حاضرین رو دیدم که در رویش غضب پیدا میشد، لیکن هیچ چیزی گفته نمیتونست، برای آنکه میگوید مغلوب میشد، دلیلی با قوت ندارد، میداند که همین سخن به او رد است. لاستشعاری، برای چی در روش غضب پیدا شد؟ برای آنکه حس میکرد ما فی ذلک من الرد الظاهر علیه، چون که در این سخنها رد ظاهر است به مذهبش، ولکن لم یتوجه له ما یقوله، یعنی یکون دلیل با قوت، یکون سخن نداشت که گوید. و اراد ان يدور بالاسئله التي اعلمها فلم يتمكن لعلمه بالجواب، اصلا آنکه امکانیتی با همراهی من بس تو جواب کردن ندارد، دیگه یک چیزای عادی یا سوالهای عادی را ذکر میکرد. ولما ذکرت آیت الکرسی، وقتی که گپ درباره آیت کرسی آمد، خیلی که در درس گذشته آیت الکرسی را الله تعالی را صفاتهای نفی و اثباتی که کرد، صفاتهایی که به خودش الله تعالی در آیت کرسی اثبات کرد و بعضی صفاتها را از خودش نفی کرد، سخن درباره آیت کرسی آمد. اظنه سأل الامیر عن قولنا، گمان میکنم در اینجا سوال دهنده امیر بود. امیر پرسید از سخن ما که لا یقربه شیطان حتی یصبح، شیطان به شخصیتی که پیش از خوابش آیت الکرسی قرائت کرد نزدیکی نمیکند تا زمان صبح. چی معنا دارد؟ گفته امیر پرسید. فذكرت حديث ابي هريره في الذي كان يسرق صدقه الفطر، پس من حدیث ابو هریره رو ذکر کردم. ابو هریره پاسبان صدقه فطر بودن که یه مرد آمده از صدقه دزدید، بعد ابو هریره دزد رو دستگیر کردن، گفتن که من تو رو به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرم، چون که تو از بیت المال دزدی داری، از مال دولت اسلامی دزدی میکنی. بعد مردک التماس کرد که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگو من اهل و عیال دارم، شرایطی وزنین دارم. گفته حاجت خود رو شکایت کرد که ابو هریره رحمت الله علیه رحم کردند و سر دادند، لیکن به پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی نگفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی آمد از معجزه حضرت بود که گفتن که ابو هریره اسیرت رو چیکار کردی؟ اسیر گرفته بودن. گفتن که یا رسول الله اهل و عائله‌اش رو شکایت کرد، رحم کردم و سر دادم. گفتن که
او دروغ گفته است گفتن و اینه سیعود و به نزد تو با میبیاد با دزدی میبیاد گفتن دروغ گفته است. بار دویم آمد باز دستگیر کردم با شکایت کرد که با رحمشان غلبه کرد و سر دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله سحر پرسیدن که اسیر چیکار کردی؟ گفت که یا رسول الله سر دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که دروغ باز می آید. بار سوم وقتی که دستگیر کردم گفتن که اکنون با پیامبر صلی الله علیه و سلم میبرم دیگر رحم نمیکنم. بعد دوست گفت که اگر مرا با پیامبر صلی الله علیه و سلم تسلیم نکنی و منو خالی گذاری سر دهی، من به تو یک چیزی را میگویم که اگر آن را هر شب پیش از خوابت بگویی شیطان به تو تا سحر نزدیکی نمیکند. بعد ابو هریره گفتن چی است؟ گفت که آیت الکرسی، آیت کرسی را شبانه بخوان تا سحر شیطان به تو نزدیکی نمیکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره رو پرسیدن که ابو هریره اسیر را چیکار کردی؟ گفت یا رسول الله مقصد برای ما یک چیزی رو تعلیم داد، برای همین سر دادم. چی را تعلیم داد؟ گفت که اگر آیت الکرسی را خوانی شیطان به تو تا سحر نزدیکی نمیکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه صدقک و هو کذوب، راست گفته است لیکن وای دروغ چی گفته، لیکن همین دق راست گفته است. و ما امروز عمل میکنیم به همین سخن، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنش را تصدیق کردن. خب همین را امیر پرسید. بیچاره امیر که مقصد امیر حاکما خلق عامه همه در مذهب سلف است. حالا بعضی برادران میگن که برای چی درباره عرش و درباره علو صحبت نمیکنید، در درساتون دیده نمیشه؟ آخه برای آنکه 99 دیگری مردم ما میگفتن که الله تعالی در آسمان است، عرقخورهای ما، بینمازهای مردم ما الله تعالی در آسمان است میگن. برای چیزی که میدانند، چیزی که فطرتاً آنها ایمان دارند، و همین چیز اثبات کنم برای آنها. همون 7-8 نفر شخصیت هایی که عقیده مثلا ماتوریدیگی دارن، برای همون 7 نفر عالم شخصیت هایی که دانشگاه خوانده آمدن، برای همون ها شده من مثلا برای 197,000 یا با 200,000 آدم برای 7 نفر شده خطاب. مردم 99% مردم عوام در عقیده سلف است. بنابراین یک کمپیر را نقل میکنن که در کوچه نشسته است که از نظرش یا عالم گذشته است، در اطرافش 50-100 نفر مردم مانند غوغای زنبور سوال کنان و زیارت کنان میرن. گفته این کی است؟ گفته این فخرالدین رازی هست، برای وجود الله تعالی 1000 دلیل دارد. یعنی هستی الله تعالی را با 1000 دلیل اثبات میکند. گفتیم بعد اون کمپیر گفته است که این مرد در بودن الله تعالی 1000 شبهه دارد. گفتیم برای همین 1000 دلیل آورده است. بودن الله تعالی چیزی نیست که به اثبات کنی. خیلی که مثلا آفتاب دلیل شرط نه که آفتاب به دلیل اثبات کنید که ای مردم در دنیا آفتاب گفته که چیز است، مردم را روشنی میدهد، گرمی میدهد، به واسطه و مثلا سبزوات و میوه ها میپزند. گفته به مردم هستی آفتاب را که مخلوق است اثبات کردن و دلیل آوردن حاجت ندارد. همین گونه هستی الله تعالی از این بزرگتر است. خب خلاصه امیر هم سوال امیر را بینید، و سوال امیر که یعنی عامی هست در مسئله های عقیده و در مسئله های بزرگ شریعت، مانند مردم عوام اعتقاد دارد. تمام سوالش هم بینید درباره چی سوال داد. گفت که درباره حدیث هر چیزی که فهمید همون رو پرسید. درباره حدیث ابو هریره شیطان نزدیکی نمی‌کرد است تا سحر، این چی معنا دارد؟ گفته وقتی که پرسید شیخ الاسلام رحمت الله علیه ذکر کردن حدیث ابو هریره رو درباره صدقه فطر، خلاصه همین چیزی که ذکر کردن بیان کرده. و ذکرت ان البخاری رواه فی صحیح، برای امیر ذکر کردم که حدیث رو امام بخاری در صحیحش ذکر کرده است. و اخذوا یذکرون نفی تشبیه و تجسیم، ثانی همون شخصیت ها سر کردن شروع کردن به ذکر نفی تشبیه و نفی تجسیم. الله تعالی جسم ندارد، الله تعالی به مخلوق ها مانند نیست. گفته همین چیزها را گفتن که با این چیز ما با آنها موافقت داریم. و یطنبون فی هذا، اطناب میکردن. اطناب چی است؟
اکثر فیه و بالغه، یعنی به این سخن بسیار میکردند و مبالغه در چی میکردند؟ در نفی جسم بودن الله تعالی و مانند بودن الله تعالی و مخلوق ها، همین چیزها رو بسیارتر ذکر کردند. و یعرضون لما ينسبه بعض الناس الینا من ذلك، و بعض سخنایی که مردم در حق شیخ الاسلام تیمیه میگفت، شیخ الاسلام تیمیه رو بعضا جسمی میگفتن. این شیخ الاسلام جسمی هست، الله تعالی جسم اثبات میکند گفته تهمت میکردن. همین سخنها رو میگفتن که بعضی اون نسبت شما همین سخنها رو میگویند، گفته همین سخنها رو میگفتن دیگر. فقلتو، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که سپس گفتم که قولی من غیر تکییف ولا تمثیل ینفی کل باطل. اون سخنی که در عقیده واسطیه من ذکر کردم که من غیر تکییف ولا تمثیل گفتم، هر یک باطل رو نفی میکند، هر یک باطل رو، هر یک سخنی باطل و ناحق را انکار میکند. و انما اخترت هذین الاسمین لان التکییف مأثور نفیه عن السلف. من برای چی این دو اسم را اختیار کردم؟ تکییف و چی را؟ تمثیل را. برای اینکه اینها در سخنهای سلف از سلف این امت مأثور است، یعنی با حدیث های با اثرها به ما رسیده آمده است. کما قال ربیعتو، خیلی که ربیعه استاد مالک گفتن و مالک رحمت الله علیه امام دارالهجره گفتن و ابن عیینه، سفیان ابن عیینه و غیرهم و غیر اینها، المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، اون مقاله که تمام علما مقاله را قبول کردن و از آنها به ما رسیده آمده است. چی بود اون مقاله؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. شما اگرم یک قاعده را حفظ کنید، همه صفاتهای الله تعالی را به جای همین کلمه استوا میتونه دیگر صفاتها را مانید. الاستواء معلوم، استوا معلوم است. برای چی معلوم است؟ برای که در 7 جای قرآن الله تعالی الرحمن علی العرش استوى، الله تعالی در بالای عرش استوا کرد. استوا معلوم است دیگه، ما انکار نمیکنیم، چون که الله تعالی اثبات کرد، الله تعالی خود را به استوا وصف کرد. و الکیف مجهول، کیفیتش مجهول است. چی خیل بر بالای عرش استوا کرد، چی خیل قرار گرفت، کیفیتش به ما مجهول است، نگفت. ما از پیش خودمون نمیتونیم یک چی گوییم، علم نداریم. ولی ایمان به واجب، ایمان آوردن به استوای الله تعالی واجب است، چون که الله تعالی خبر داد. و السؤال عنه بدعة، سوال کردن از کیفیتش بدعت است، چون که صحابه ها، تابعین، تبع تابعین، اینا صفت استوا را نپرسیده، اما ایمان آورد. در زمانهای صحابه این خیلی سخن نبود، بنابراین کیفیتش پرسیدن بدعت است. فاتفق هؤلاء السلف على ان التکییف غیر معلوم لنا. تمام علمای سلف اتفاق کردند که کیفیت صفت الله تعالی به ما معلوم نیست. مثلا الله تعالی غضب میکند، الغضب معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة و ایمان به واجب. میگیم غضب الله تعالی معلوم است، غضب الله علیه، الله تعالی غضب میکند، غضبش معلوم است، کیفیتش مجهول است. ما وقتی که غضب میکنیم آوازهامو بلند میشد، رنگ و رویهایمو سرخ میشود، رگهای گردن میبراید، لیکن این کیفیت غضب انسان است. الله تعالی کیفیت غضب خود را به ما بیان نکرد، کیفیت غضب الله تعالی مجهول است. ایمان آوردن به غضب الله تعالی واجب است، سوال کردن از کیفیت غضب الله تعالی بدعت است. همین گونه تمام صفات ها را همین قاعده را مانید برادر. الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعت. تمام علما اتفاق کردند که کیفیت صفات های الله سبحانه و تعالی به ما معلوم نیست. فنفیت ذلك اتباعا لسلف الامه، پس من نفی کردم، یعنی تمثیل را و کیفیت را همچون اتباع به سلف این امت. و هو ایضا منفی بالنص، این چیزا نص قرآن و با نص سنت نفی شده از الله تعالی. فإن تأویل آیات الصفات
يدخل فيها حقیقت الموصوف. چون که وقتی که آیت های صفات را کسی تعویل کند به این داخل میشه حقیقت موصوف. حقیقت موصوف چیست؟ الله هست. حقیقت موصوف ما وصف کرده ایستادیم، وصف شده. ذاتی که وصف شده ایستاده است کیست؟ الله تعالی است. و حقیقت صفاته، حقیقت صفاتش. و هذا من التأویل الذي لا يعلمه الا الله. این تأویل یعنی این تفسیری که غیر الله تعالی دیگر کسی نمیداند که الله تعالی چگونه رحم میکند، چگونه غضب میکند، چگونه خنده میکند الله سبحانه و تعالی. كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة. خیلی که من اینه در قاعده مفرده علاهیده ذکر کردم. ذکرتها في التأويل والمعنى. اینه من در تعویل و معنای آن ذکر کردم. والفرق بين علمنا بمعنى الكلام و بين علمنا بتأويله. و فرق بین علم ما به معنای کلام و فرق بین علم ما به تعویل کلام در آنجا من این رو بیان کرده هستم. و كذلك التمثيل منفی بالنص. اینچنین لفظ تمثیل با نص قرآن نفی شده از الله تعالی. صفاتهای الله تعالی تمثیل ندارد، مثال آورده نمیشد. والاجماع القدیم، اجماع قدیم از دلیلش از قدیم اجماع هست. مع دلالت العقل على نفیه. عقل هم دلالت میکند که صفاتهای الله تعالی مثل صفاتهای مخلوقاتش نیست. و نفی تکییف و نفی کردن تکییف کیفیت صفاتهای الله تعالی. اذ کنه الباری غیر معلوم للبشر. چون کیفیت صفت باری، صفت الله تعالی به مخلوق برای بشریت معلوم نیست کیفیتش. و ذکرت فی ضمن ذلك کلام الخطابی. و در بین این سخنها من کلام خطابی را ذکر کردم. الذي نقل انه مذهب سلفی. خطابی آن سخن را گفت و نقل کرد که مذهب سلف است. و آن چی است؟ او اجرای آیات صفات، اجرای گذرانیدن آیات های صفات و حدیث صفات علی ظاهری ها. ما صفات های الله تعالی را در قرآن و در حدیث طبق ظاهرش ترجمه میکنیم. الله تعالی دست گفت می دست ترجمه میکنیم، تعویل نمیکنیم. خیلی که ظاهری دست اصلا به معنای دست دلالت میکنه. الاصل فی الکلام الحقیقه. اصلا وقتی که الله تعالی دست گفت دست در نظر دارد. ما همون خیل میگوییم معنی فی الکیفیه، لیکن نفی میکنیم کیفیتشه. کیفیتی دست الله تعالی چگونه است اینه نفی میکنیم، میگیم که کیفیتش به ما معلوم نیست. و تشبیه، این چنین تشبیه هم نفی میکنیم، میگیم که الله تعالی دست دارد ولی به دست مخلوق ها مانند نیست و کیفیتش هم ما نمیدونیم. اذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. انا همین قاعده را فراموش نکنید. چون کلام در صفت فرع هست از کلام در ذات. ذات الله تعالی درباره شما گفت زده میتونید. ذات ما عبارت از چی است؟ از آب، از استخوان، از گوشت، از پوست، مثلا از موی. بدنهای ما همین چیزا استفاده در ذات ما از همین چیزا عبارت است. لیکن ما ذات الله سبحانه، ما به هستی الله تعالی ایمان داریم، لیکن کیفیت ذات او را نمیدانیم. بنابراین گفتن که کلام در صفتهای الله تعالی فرع است از کلام در ذاتش. چخیلی که ما ذات الله تعالی را نمیدانیم، یعنی صفتاش هم نمیدانیم. چخیلی که ما به الله تعالی ایمان داریم که الله تعالی هست، لیکن کیفیت ذاتش رو نمیدونیم، همینگونه به صفاتش هم ایمان میبریم، کیفیتش رو نمیدونیم. یحتوی فیه حذفه، یعنی سخن در صفاتهای الله تعالی مثل صفات در ذات الله تعالی است. و یتبع فیه مثاله، عیناً همین مثال است. فاذا كان اثبات الذات اثبات وجود لا اثبات تکیف. چون که اثبات ذات الله تعالی فقط اثبات وجود، الله تعالی هست، تمام. ما اثبات تکیف نه. کیفیتش چی خیر؟ الله تعالی از چه عبارت؟ کیفیت ندارد، نمیدونیم، برای اینکه الله تعالی خبر نداده است. ما از کجا علم داریم؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارا تو پاک هستی، ما علم نداریم مگر آن چیزی که تو به ما تعلیم داده. الله تعالی نگفته است، دیگه کی میدونه در حق خودش؟ کسی الله تعالی رو ندیده است با چشم سر در این دنیا.
فقال احد کبار المخالفین، در این صورت یکی از کلان مخالفا گفت که فحین ایدین یجوز ان یقال هو جسم کالاجسام، این خیلی باشد ممکن میگوییم که الله تعالی جسم است لیکن او به مانند جسم ها نیست، همین خیلی گوییم میشود. فقلت، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفت که پس من گفتم له برای ما آدم گفتم که انا و بعض الفضلاء الحاضرین، من و بعض حاضرین از اهل فضلی که در مجلس نشسته بودن آنها هم همراهی من شده با او رد زده گفتن که انما قیل، در عقیده واسطیه گفته شده است که انه یوصف الله بما وصف به نفسه و بما وصف به رسوله صلی الله علیه و سلم، الله تعالی وصف کرده میشه با اون وصفی که الله تعالی خود را وصف کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردن. ولیس فی الکتاب و السنه ان الله جسم، در قرآن و سنت نآمده است که الله تعالی جسم. حتی یلزم هذا السؤال، حتی که همین سوال تو دیهی، تو اگر فهم می داشته باشی، عقل و علم می داشتی، تو این سوال نمی دادی. دیگه خاموش شد. و اخذ بعض القضاة الحاضرین والمعروف بالديانة يريد اظهار ان ينفي عنا ما يقوله و ينسبه البعض الینا، بعضی قاضی های حاضرین و بعضی شخصیت هایی که معروف با دیانت، تقوی و پرهیزگاری داشتن، گفتن که در حق ابن تیمیه رحمت الله علیه، یعنی در حق شیخ الاسلام، در حقیقت بعضی تهمت ها بوده است. من امروز معلوم شد که یعنی شیخ الاسلام عقیده درست داشته است، گفته یعنی اظهار کردن. فجعل یزید فی المبالغه فی نفی تشبیه و تجسیم، و در دوام سخنشان با مبالغه میکردن که الله تعالی به چیزی مانند نیست، الله تعالی جسم نیست. فقلت، پس من گفتم که ذکرت فی غیری فیها فی غیری موضع، من در این عقیده واسطه در یک چند موضعش گفتم که من غیر تحریف ولا تعطیل و من غیر تکییف ولا تمثیل، همین سخن من در چند جا گفتم. و قلت فی صدرها، در ابتدای عقیده واسطه گفتم که و من الایمان بالله الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه و بما وصفه به رسوله محمد صلی الله علیه و سلم من غیر تحریف ولا تعطیل و من غیر تکییف ولا تمثیل. ثم قلت، ثانی گفتم که بعد قرآن با این سخن میبید طالی در دوامش، و ما وصف الرسول به ربه من الاحادیث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك الى ان قلت الى امثال هذه الاحاديث. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم الله تعالی را وصف کردن، ما آن را بدون تکییف و تمثیل و بدون تحریف و تعطیل قبول داریم. الى امثال هذه الاحاديث الصحاح، غیر این حدیث های صحیحی که در بالا ذکر کردم، این سخن شیخ الاسلام در مابین های عقیده واسطی گفته هستند. التي يخبر فيها رسول الله صلی الله علیه و سلم بما يخبر به، آن حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وصف الله تعالی گفتند، آن حدیث ها صحیح است، ما به آن حدیث ها ایمان داریم. فإن الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، اهل سنت و الجماعت به آن حدیث ها ایمان دارند. کما یؤمنون بما اخبر الله به کتاب فی کتابه، چخیلی که الله تعالی در کتابش خبر داد ایمان دارن، همین گونه در حدیث های صحیح که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق الله تعالی خبر داده، همین گونه اهل سنت و الجماعت ایمان دارند. من غیر تحریف ولا تعطیل و من غیر تکییف ولا تمثیل، بدون تحریف، تعطیل، بدون تکییف، بدون تمثیل اهل سنت قبول دارند. بل هم وسط فی فرق الامه، بلکه اهل سنت و الجماعت میانه هستند در بین فرقه های امت اسلام به 72 فرقه تقسیم شده است. اهل سنت و الجماعت در بین فرقه ها معتدل هستند. کما ان الامه هی الوسط فی الامم، چخیلی که امت اسلام در بین امت های یهود و نصارای دیگر امت ها میانه هست. فی باب صفات الله بین اهل تعطیل الجهمیه و بین اهل تمثیل المشبهه، بین آن شخصیت هایی که صفات های الله تعالی را بیکار میکنند مانند اهل جهمی، و مانند آنهایی که صفاتهای الله تعالی را مانند به صفاتهای مخلوق میکنند. اهل سنت میانه هستند، نه انکار میکنند نه تشبیه میکنند، بلکه اثبات میکنند، چه خیلی که الله تعالی اثبات کرد و به صفت مخلوق ها مانند نمیکنند. ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأي قلة العارف الناصر خافهم، وقتی که حاکم عادل این تعصبی بعض حاضرین را دید و این قلت علمی آنها را، کم بودن علم و معرفت آنها را دید،
ترسید که همه آنها مغلوب شود. بعد گفت که انت صنفت اعتقاد الامام احمد، تو اعتقاد امام احمد را تصنیف کردی. فتقول هذا اعتقاد احمد، یعنی تو اعتقاد احمد را میگویی، بگو که این اعتقاد احمد است. یعنی والرجل يصنف على مذهبی فلا يعترض عليه، یعنی مردک به عقیده خودش تصنیف کرده است امام احمد یا شیخ الاسلام در مذهب احمد که است، عقیده مذهبی خودش نویسد، یگان اعتراض جای اعتراض نیست. فإن هذا مذهب متبوع، چون که مذهب احمد مذهبی متبوع است. حالا در جای ما هم سخن احمد گوید، سخن شیخ الاسلام تیمیه گوید، میگوید سلفی یا وهابی. آیا مذهب احمد 4 مذهب ما باور داریم میگویی کو، 4 مذهب ما اقرار داریم میگویی کو، طلاق به مذهب شیخ الاسلام تیمیه فتوا میدی کو، برای چی در عقیده مذهب شیخ الاسلام نمیگیری؟ فإن هذا مذهب متبوع. امیر گفته ایستاده است که یعنی که مذهبی که ابن تیمیه با آن دعوت میکنه مذهب احمد است و مذهب احمد هم از جمله مذهب‌های متبوع است، یعنی باید پیروی کرده شود، هیچ گپی ندارد. و غرضه بذلك قطع مخاصمه الخصومی، مقصد امیر با همین سخنها خصومت کنده کردن و مجلس به آخر رسانیدن. شیخ الاسلام چی گفتن؟ فقلتو، گفتم. گوش کنید برادرها، وقتی که این گپه فقط امیر هم نگفت، بعض علما هم گفتن که ابن تیمیه طبق مذهب امام احمد سخن کرده است، یعنی هیچ گپی ندارد. گفته یعنی با این روش 100% مغلوب شدیم نگفتند. و یعنی خلاصه کلام این است که شیخ الاسلام مذهب احمد را نوشته، هیچ گپی ندارد گفتن. شیخ الاسلام چی گفتن؟ فقلتو ما جمعت الا عقیدة السلف الصالح جمیعهم، من در این عقیده جمع نکردم مگر عقیده جمیع اهل سنت و الجماعت، جمیع سلفی امت را. لیس للامام احمد اختصاص بهذا، این خاص امام احمد نیست. والامام احمد انما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. امام احمد هیچ کسی نیستن مگر مبلغ علم است، علمی که از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است و ما رسانیدم. ولو قال احمد من تلقاء نفسه ما لم یجئ به الرسول لم نقبله، اگر احمد از پیش خودش میگفت آن چیزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نگفته ما قبول نمیکردیم. و هذه عقیدة محمد صلی الله علیه وسلم، و این عقیده محمد صلی الله علیه وسلم است. و قلت مرات، و چندین مراتب تکرارا گفتم که قد امهلت کل من خالفنی فی شیء منها 3 سنین، هر یک شخصی که به حرفی از این عقیده واسطیه و من مخالفت میکنه 3 سال مهلت دادم. فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلی الله علیه وسلم، اگر یه حرف بیارد که خلاف سخن 3 قرنی، بهترین قرن، بهترین عصری که پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها ثنا گفتن، حیث قال، چون گفتن خیر القرون قرنی الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین عصر یعنی بهترین مردم و مردمی که من با آنها پیغمبر شدم، یعنی صحابه ها. ثم الذين يلونهم، سپس آنهایی که بعد صحابه ها آمدن، یعنی تابعین. ثم الذين يلونهم، سپس تبع تابعین، یعنی اینها بهترین آدم ها در عموم دنیا. از روزی که الله تعالی آدم را آفریده است تا قیامت، در همین 3 عصر آدم های بسیار خیر در یک وقت زندگی کردگی هستند. حاضر آدم های خیر در بهترین در هر یک شهر شاید با میکروسکوپ بیابید، اما در بعضی شهرها مثلا در مکه مدینه مثلا یا در بعضی منطقه هایی که علما زیاد هستند بسیارتر یافت شود، لیکن در عموم دنیا در هر یک شهر مثلا شماربای آدم میابید، آدمی که نه خوب باشد. اما در زمان صحابه ها هر یک خانه پوری آدم خیر بود، پوری آدم صحابه ها، تابعین، اینها بهترین عصر بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها ثنا گفتند صلوات الله و سلامه علیه. یعنی کسی که یه حرف بیارد که مخالف همین 3 عصر، من اگر در همین عقیده واسطیه گپ زده باشم من از سخنم میگردم. علی ان یأتی بنقول جمیع الطوائف یعنی القرون 3، من
تمام نقل ها را از تمام طایفه ها از همین سه عصر برای شما میتونم ذکر کنم. توافق ما ذکرته من الحنفیه، موافقت کند آن چیزی که من در عقیده واسطیه ذکر کردم طبق مذهب حنفی، طبق علمای حنفی چی گفتیان در عصر سلف، عین امام ابو حنیفه، شاگرداشان ابو یوسف و محمد بن حسن، اونایی که در عصر بهترین زندگی کردن، یعنی عقیده واسطی من طبق عقیده آنها است. و المالکیه که امروز اکثر مالکی ها اشعری هستند، حنفی ها ماتوریدی هستند، و شافعی ها اشعری هستند اکثریتش، و الحنابله این اکثریتش در مذهب احمد است، یعنی در مذهب سلف است. و الاشعریه اینچنین در مسئله اشعری در آخر حیاتش عقیده سلف و اهل حدیث را قبول کرده از دنیا گذشته است، لیکن اشعری ها این قبول ندارن، ممکن تهمت است میگن. و اهل حدیث مانند امام بخاری و صوفیه و صوفی ها و غیر آنها، یعنی که اصل صوفی ها هم، ولی اصل صوفی ها در زمان حسن بصری در زمان تابعین برآمدگی هستند. صوفی های زمانه های قدیم یعنی مثل سلف بودن، اگرچه صوفی گفته شدم خیلی که کسی که علی را از عثمان افضل داند شیعه گفته میشد در ابتدا، صوفی های اولین درجه ها یک شخصیت هایی که سلفی صالح بودن، بزرگ بودن شخصیت های. خب خلاصه عقیده که من ذکر کردم این عقیده احمد نیست، این عقیده ابو حنیفه هست، عقیده مالک هست، شافعی هست، احمد هست، اشعری هست، اهل حدیث هست، اهل صوفی ها هست، اهل تمام گذشتگان سلف است. و قلت ایضا فی غیر هذا المجلس، غیر این مجلس در دیگر مجلس هم، در همین مجلس هم گفتم که الامام احمد رحمه الله لما انتهى الیه من السنه و نصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر مما انتهى الى غیره و ابتلی بالمعنى. امام احمد در نزد امام احمد سنتی بسیار جمع شد نسبت به دیگرها. حدیث امام احمد از شافعی و از مالک و از ابو حنیفه از برادرای خودشان بسیار میدونستن. برای چی؟ برای اینکه زمانه امام احمد تمام حدیث ها جمع شد، به مانند زمان ما نباشدن، زمان ما هم در یک کامپیوتر ما تمام حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود است که در دنیا الان 300,000 حدیث هست، همش هست، ضعیفش هم صحیحش هم. اما در زمان ابو حنیفه رحمت الله علیه حدیث ها در تمام دنیا پراکنده بود، حدیث در ذهن عالم بود. امام مالک اولی شده تصنیف کردن که 2000 حدیث بود موطأ مالک. زمانی که امام احمد مسند را نوشتند و امام بخاری صحیح بخاری رو نوشتند، در این زمان علاقه شافعی نبودند، مالک نبودند، امام ابو حنیفه نبودند. یعنی در زمان امام احمد حدیث ها به امام احمد فراوانتر جمع شد نسبتی به دیگر بزرگوارها، نسبتی دیگر امام ها علم حدیث و علم عقیده بسیارتر آمده به امام احمد جمع شد. برای چی؟ امام احمد بسیار به حدیث عمل کردند و طبق حدیث فتوا دادند و حتی بعضی ها گفتند که امام احمد نزدیکتر است به منهج محدث ها به فقها دیده گفتند، برای آنکه روایت هاشون عبارت از حدیث بود، فقه نبود. فقه یعنی فهم، مانند امام ابو حنیفه که هر چیز از قرآن یافته می برآمدند، حالا که حدیث صراحتا بیان کرده است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از آیت معنا می برآوردند. این فهم است. خب در همین جمله ها حدیث رو به پایان میرسانیم. یا جمله دیگر گوش اندازید. خلاصه گفتم که امام احمد از دیگرها فرق کرد برای آنکه حدیث ها در زمانش جمع شد و اینچنین در زمان امام احمد فتنه درباره علم عقیده بسیارتر شد. در زمانهای پیشتر فتنه های عقیدوی کم بود، نبود، حتی کم بود. در زمان امام احمد بسیار شد، بنابراین سخنهای امام احمد درباره عقیده بیشتر شد نسبت به سخن شافعی و مالک و احمد و ابو حنیفه رحمت الله. و رد علی اهل، بنا به بخاری هم بینید امام بخاری درباره عقیده بسیار رد صریح به اهل باطل در صحیح بخاری در کتاب افعال العباد رد زدگی هستن، خلق افعال العباد. حتی
خلق و افعال العباد یک کتاب علایده امام بخاری نوشته هستن. حافظ جمال الدین مزی در دمشق درس میدادن که ملیسه ها آمده بردن به شیخ الاسلام تیمیه خبر اومد که حافظ جمال الدین ملیسه ها بردن. میگن در همون وقت امیر شهر دمشق در دمشق نبود، کجای شکار برآمده است بیرون شهر. شیخ الاسلام رحمت الله علیه شنیدن زمان از جاشان خستن، پای لوچ به زندان رفته جمال الدین میزی برآورده به خانهش آورده ماندن. یگان انسان جرأت نکرد، یگان ملیسه جرأت نکرد که اعتراض کند از هیبت شیخ الاسلام رحمت الله علیه. امامی 5 وقته نبودن، اقلا یا وظیفه نداشتن، لیکن علم و امانت داشتن، تقوا داشتن. الله تعالی به ایشان هیبت داده بود. جمال الدین میزی آورده به خانهش مانده به سبب درسی کتاب بخاری. امام بخاری عقیده امام بخاری را گرفت برادرها. اگر متعصب کسی باشد آخر نسبت به ابو حنیفه رحمت الله علیه که در عقیده سلف است، شما مایلی اگر به عقیده ابو حنیفه به فقه و علم ابو حنیفه پیرو شوید ما راضی هستیم. لیکن اگر متعصب باشید شما تعصب به ابو بخاری کنید که تاجیک خودتون است. امام بخاری عرب هستن، از عراق هستن. امام بخاری تاجیک هستن، از بخارا هستن. اگر تعصب کردنی باشید، حالا که تعصب جایز نیست، انسان باید پیروی از دلیل کند، پیروی از قرآن و سنت کند. خلاصه سببی که امام احمد درباره علم عقیده بسیار کتاب نوشتند و مردم را عقیده صحیح تعلیم دادند، سبب اون که در همون زمان فتنه شده بود. بنابراین بعضی علما را بینید درباره شیعه بسیار گپ میزنند، برای اینکه شهرشان پر از شیعه است. بعضی علما درباره اشعری ها بسیار گپ میزنند، برای اینکه اهل همشهری هاشون علمای شهرشان اشعری است. بعضی ها مثلا در دیارشون در جنگ و جنجالشون فقط با نصارا هست. بعضی علما رو بینید فقط امر معروف هاشون درباره نصارا و اسلام، نصارا و اسلام، چون که مجتمعی که اونها زندگی میکنن اکثری آنها نصارا هست. در کوچه میبرید اولین شخصی که میخوره نصرانی هست. وقتی که ریش شما، سطر شما، ظاهری شما رو میبیند الکی مسلمان و نصرانی روبرو شد. بنابراین خلاف آنها و بحث آنها فقط درباره علم نصرانیت است. لیکن شیخ الاسلام رحمت الله علیه در تمام مذهب‌ها واقعا عالم کلام درباره مذهب نصارا، یعنی دین نصارا هم کتاب عظیمی نوشتن، بسیار کتاب بزرگ، تقریبا 6-7 مجلد است. خب خلاصه کلام، اکثر مما انتهى الیه غروب طلی بالمحنه، امام احمد به فتنه ها گرفتار شدن و رد علی اهل البدع، به اهل بدعت رد زدن، اکثر من غیره، دیگرها بسیارتر رد زدن. کان کلامه و علمه فی هذا الباب اکثر من غیره، علمشان و سخنشان در این باب بسیارتر بود از غیرشان. فصار اماما فی السنه اظهر من غیره، بنابراین امامتی ایشان در علم عقیده ظاهرتر شد نسبت دیگرها. و الا فالامر كما قاله بعض شيوخ المغاربه العلماء الصلحاء، و الا امر خیل نیست. امر چخیلی که بعضی از علمای مغاربه صلحا گفتن که المذهب لمالک و الشافعی و الظهور للامام احمد بن حنبل، مذهب مالک و شافعی هست، پهن کنندش امام احمد است. اصلش مذهب احمد، مذهب شافعی، مذهب امام احمد، مذهب مالک، اینا یک شاخه است. برای اینکه شافعی شاگرد مالک است، امام احمد شاگرد شافعی هستند. امام شافعی آمده در نزد مالک علم حدیث گرفتن، علم فقهشون در عراق گرفته بودن. یعنی که اینها تقریبا در یک مذهب هستند، فقط که علم مالک و شافعی بود و امام احمد در دنیا چی کرد؟ اینه آشکار کرد. یعنی ان الذي كان عليه احمد علیه جمیع اهل ائمه الاسلامی، آن عقیده که امام احمد داشتن، هم ابو حنیفه هم مالک و هم شافعی و هم بخاری و همشون در همین عقیده احمد بودن. شما خودتون سفید نکنید، درست این عقیده امام احمد است نگویید، این عقیده ابو حنیفه است، عقیده مالک و شافعی هست. و این کان لبعضهم من زیادت العلم والبیان، اگرچه در بعضی آنها زیادتی علم است در بعضی مسئله ها و بیان،
بیانشان در بعضی مسئله ها بیشتر از دیگرها و اظهار الحق، حق بسیارتر اظهار کردن و دفع الباطل ما لیس لبعض، باطل دفع کردن چی خیلی که همین چیز در بعضی دیگر علما یافت نمی شود. همین چیز در امام احمد یافت شد. خلاصه کلام شیخ الاسلام تیمیه به این سخنش هم رد زدن، یعنی با این گپ خداتون سفید نکنید که این مذهبی احمد است و مذهبی احمد هم درست است، گفته خلاصه نکنید. خلاصه کلام این است که این مذهبی فقط احمد نیست و مذهبی تمام علما از امامهای علمای مسلمان ها از امام ابو حنیفه مالک و شافعی و بخاری و غیره هست گفتن. الله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.